1/4 دور باسن رو به علاوه 3 میکنیم. قد دامنمون رو به اضافه دوختش ور میداریم، علامت میزنیم، این خطا رو به هم وصل میکنیم. 1/4 دور باسن به علاوه 3 قد دامنمون رو به هم وصل میکنیم به این صورت. میایم پایین دامنمون رو 1/4 دور باسن به علاوه 8 تا 12 میخوایم یه مقدار دامنمون گشاد باشه. ما اینجا علامت میزنیم، اضافه کردیم علامت میزنیم، بعد این خط رو به کمر، پهلو رو به کمر وصل میکنیم. میخوایم پایین دامنم خودشون اندازه یه مقدار اینجا 2 سانت به صورت گرد برش میزنم که دامن از پهلو خودشون نندازه. این از آموزش شما. امیدوارم که نهایت استفاده رو ببرید. موفق باشید.